سلام. زندگی همیشه آسون نیست. لحظه هایی میاد که حس میکنی خسته ای. ناامیدی میاد سراغت یا فکر میکنی هیچ وقت به اون چیزی که میخوای نمیرسی. اما بدون این سختی ها فقط امتحانه. امتحانی که اگه رد بشی قوی تر میشی. هیچ موفقیتی بدون سختی ساخته نشده. هیچ قله‌ای بدون بالا رفتن فتح نشده. همه اونایی که امروز بهشون نگاه میکنی و میگی موفقن، روزی بودن مثل تو، پر از شک، پر از خستگی. اما فرقشون این بود که ادامه دادن. تو هم میتونی. شاید قدمهات کوچیک باشه، شاید سرعتت پایین باشه، اما مهم اینه که جلو بری. چون حتی قدمهای آهسته هم تو رو به مقصد میرسونن. یادت باشه تنها کسی که میتونه جلوی تو رو بگیره خودتی. هر وقت خواستی تسلیم بشی به خودت بگو من ارزشش رو دارم، من میتونم. شاید امروز نتیجه رو نبینی، اما فردا میاد. فردایی که به خودت افتخار میکنی چون جا نزدی. پس قوی بمون.